سه اشتباه رایج هر کنکوری هنگام مطالعه. اگه میخوای به این سه اشتباه دوچار نشی پس تا انتهای ویدیو با من همراه باش. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه کنکوری عزیز، همه بچه‌هایی که داره برای هدفهای قشنگشون تلاش میکنن. در خدمتتون هستم با سه اشتباه رایج هنگام مطالعه. اولین اشتباهی که امروز میخوام براتون بگم مطالعه بدون هدفه. یعنی چی؟ یعنی من برم صرفا فقط شروع کنم به درس خوندن و ندونم از این درسی که دارم میخونم هدفم چیه، همینجوری یه کتابی رو باز کنم و از یک جای شروع به مطالعه کنم. یک اشتباه بسیار رایجه و باید راه حلی که ما برای این موضوع ارائه میدیم اینه که قبل از شروع کردن تایم درس خوندنتون هدفتون رو از درس خوندن در اون روز یا در اون تایم مشخص کنید. برای مثال بگید که من باید در این تایم درس یک روانشناسی رو کاملا بلد بشم یا درس دوی فلسفه رو کاملا مسلط باشم. پس قبل از شروع درس خوندنتون هدفتون رو حتما مشخص کنید. مبحث دوم مرور نکردنه. همین الان واضح دارم به همه کنکوری عزیز میگم مرور نکردن دروسی که قبلا خوندید چیزی جز اتلاف وقت نیست. یعنی شما اگر درستون رو مرور نکنید فقط تایم‌های گذشته‌تون رو هم حروم کردید. هر روز قبل از شروع مطالعه 20% تایم روزتون رو مشخص کنید و بذارید برای مرور مطالب قبلی. مثال امروز درس دوی فلسفه رو خوندید 1.5 ساعت. فردا 1 رو 20 دقیقه تایم بگذارید و همون درس رو مرور کنید. پس حتما مرور باید در برنامه یک کنکوری باشه. سومین اشتباه رایج مطالعه پشت سر همه. دانش آموز میشینه سر میز میگه آقا من 2 ساعت 3 ساعت نشستم مطالعه کردم، ممتد، فکر کنه خیلی کار درستی هم کرده. اما بچه‌ها گنجایش و ظرفیت ذهن ما تا حدودی محدوده. خب یعنی پس از 1 ساعت 1.5 ساعت مطالعه ذهن نیاز به یک ریکاوری داره. پس بهترین کاری که میشه برای این اشتباه رایج هم انجام داد هر 1 ساعت 1 رو به استراحت کنید یا هر 45 دقیقه 1 رو به استراحت کنید یا بعضیا بیشتر میتونن گنجایششون بیشتره هر 1 ساعت و نیم 1 رو 20 دقیقه استراحت کنید و ممتد خوانی رو بگذارید کنار. هر 1 ساعت و نیم 1 رو 20 دقیقه استراحت. این یک چیز بسیار استانداردی در مطالعه و یکی از بهترین روش‌های مطالعه است. متشکرم. خدا نگهدار.